والفجر و لیال عشر، یعنی قسم است به فجر و به شبهای دگانه که امرو ایام دگانه ایام چیست؟ ذوالحجه است که دمی ایامایی که ما و شما دمی شبا و روزی که ما و شما قرار داریم والفجر و لیال عشر. الله به این روزه ها سوگند، به این روزه ها و به این شب ها سوگند یاد کرده. از این معلوم میشه که این روزه ها بسیار روزه های پرفیض و پربرکت است و خداوند جل عظمته توفیق هدایت نصیب همگی ما مسلمان ها بکنه که در تمام امور زندگی خود ما مطابق احکام شریعت دین مبین اسلام زندگی خود سپری بکنیم و در تمام ایام و ماها توفیق اعمال نیک و اعمال صالحه را خداوند نصیب ما بکنه و علل خصوص در این روزه های متبرک، روزه های پرفیض و پربرکت، روزه های خجسته که همانا ایام ذوالحجه است